آدمای اشتباه میتونن ما رو از همه چی متنفر کنن. خیلی راحت بهتون بگم دکتر تو 2 دقیقه جنبندی هست. آهنگ مورد علاقت میتونن شما رو متنفر کنن، از خیابونای دوست داشتنی ذهنت میتونن متنفر بکنن، از مناسبت‌هایی مثل یلدا و عید و این آدم‌های اشتباه شما رو از خودت میتونن شما رو متنفر بکنن، از اون عشق و از اون کارهایی که برای شما رو گاهی اوقات من خجالت نمیکشم این جمله رو بگم، آدم‌های اشتباه گاهی شما رو از خوب بودن خودتون در بعضی اوقات پشیمون میکنن، از وقتایی که گذاشتی، از معرفتایی گذاشتی. یه جایی من گفتم بدترین فحش دنیا بی‌معرفته. یعنی آدمی که بی‌معرفتی میکنه، اونم با یه نفر زندگی خودش، همون کلمه بی‌معرفت شاید بهترین تعریفی باشه که از ایشون بشه بکنیم. وارد رابطه های اشتباه نشیم. ما زیاد نمیتونیم آدم ها رو اصلاح کنیم. آدم دلش میخواد یکی رو داشته باشه که وقتی از همه برید بره پیش اون. همه منو زدن، میرم پیش اون یه نفر زندگی، ولی امان از اون روزی که اون یه نفرم آدم اشتباهی باشه.